تو زندگی هر کسی یه نفر وجود داره که چتر باز میکنه توی خونه‌شون. همونطور که میبینید من امروز تنها نیستم، دوستم کنارمه. این افتخار این همکاری رو بهت دادم، استفاده کنم. چند سال ما با هم دوستیم؟ بگو بچه‌ها بدونم. خیلی غیر منتظرم شدی. والا من تا جایی که یادم اینو میشناسم. انقدر بودم اوایل زندگیمون با هم ولی بخوام دقیق یعنی باید توضیح بدیم الان نمیدونم. ویدیو راجع به اینه؟ من واسه چی میدونم؟ نه تو واسه چی میدونی؟ سال اصل قضیه اینه که من و نرگس از مدت‌های مدیدی که با هم دیگه قرار میذاریم وایسا من بلد نیستم حرف بزنم. من و نرگس از اونجایی که سالیان ساله که هم دیگه رو میشناسیم و هزاران بار اومده خونه ما چتر انداخته و با هم دیگه هیچ کاری نکردیم جز اینکه رفتیم توی گوشی و غیبت کردیم، خیلی کارا توی دنیا هست که با هم دیگه انجام ندادیم. هیچ وقت نرفتیم جهان رو بگردیم، هیچ وقت نذاشتیم برای هم دیگه. قضیه اصلی اینه که عزیزم من یک لیست از کارهایی که باید 2 تا دوست با هم دیگه انجام بدن نوشتم و قراره که این کارا رو باید بنده یک لیست نوشتم از کارهایی که باید با نری جون انجام بدیم و دیگه بالاخره دوستیمون رو ثابت کنیم، شامل بازی‌های مختلف و اعترافات خاص خودشه که به نظرم اگر که شما هم با دوستاتون این کار نکردید میتونید کار خوبی انجام بدید. حتی نمیدونم بس ببینیم زنده میمونیم تایش شدم زنده‌مون میذاره یا نه. به هر حال بریم که داشته باشیم مثلا. آره دیگه وقتتون رو نمیگیرم. خدا دیگه خب بازی اول. من تو تیک تاک دیده بودم که یه دونه لیوان میذارن و بعد سعی میکنن که با چشمای بسته لیوانو پر آب کنن و به نظرم خیلی جالب میشه توی این ویدیو. تو در حالت عادی میتونی کار کنی درست؟ بابا اولی لیوان و لیوان و شال یا چشمه نداره ببندیم و بعد بازیشون میکنیم. درسته. ما اینجا داور داریم. ما اینجا نگاه کن کسی تقلب نکنه لطفا. مثلا جایی که سابقش بالاست. نه تو سابقت بالا. من اصلا به تو اعتماد ندارم. منم ندارم. بیا اینجا ششو ببند. با همه بندیم. با همه بندیم. ببند. 3 2 1. دلون بندی بستی؟ آره. بستی تموم شد؟ آره من تموم شدم. من بستی. مطمئنی؟ هر وقت بستی بگو. من نمیدونم. بستم. آی نکن. چی نکن؟ نمیدونم. خب شروع میکنیم. وای لیوانه کو من الان تو گرفتی دسته؟ این بگیم اینه خب من شروع کنم. آب داره؟ آره توی آب داره. من شروع میکنم. نوبتیه؟ آره توی اینو درست سیختی. بعد یه چیزی توضیح نگیرم مثلا ما باید لمس کنیم اینه من نگیرم نه نمیتونی. رندوم باید بریم. رندوم فرض کن کجاست بریم. خب من که دلم میگه که اینجا نیستش. سب دوباره درست. چقدر لفتش میدی؟ فکر کنم خوب میفتی. خب دیگه چیکار کنم؟ اینجا دیگه بذار نوبت من. به لیوان هر دفعه بذار که یادمون بره. وای کجاست؟ به لمس نکنی ها؟ دستو به من. باشه دستو هاشو من میگیرم. بگو دیگه بلد نیستی ها؟ نه دارم یاد میگم. چشش بسته است؟ من که مثل تو دروغگو نیستم. باز بودا من دیگه رندوم میخوام بریزم. احساس میکنم داریم خیلی فکر میکنیم. رندوم بریز. باشه بریز. خیلی دقیق داری میریزی ها. آفرین. ایوان نه گفتم تو بلد نیستی. داری میبینی؟ همه رو داری میبینی چقدر کسا کنه چالش. من نمیدونم. به نظر من که چشم تو بازه. نه من باز چشم. بایسا جاشو عوض کن. حالا بریز.
عوض کردی؟ آره من اینو من مطمئنم درست نه. اصلا تو دور مشخصه. آره درست آره معلومه دیگه. چطور اسکولی نرگس دارم جلوتر بریز دارم کلن چشات اسکول بودن چه رسیده؟ A person who thinks all the time. من خیانت فکر کردیم میبازی که این کارو کردی. مطمئنم که میبازی. نمیدونی این چه حرف زشتیه که داری به من میزنی؟ چه حرکتی زشتیه فکر کردی؟ من دوست داشتم کردم. منم دوست داشتم بکنم. من میگم کارش رو بگم. نه این سری واقعی بازی. یه واقعا نمیدونی. خب بستی؟ چی باید؟ شروع کنیم؟ برو شروع کن. من شروع کنم؟ دم شد من چه قرار رو بیده من فقط دوت نمیتونم بکنم ببین من اینو تو تیک تاک دیده بودم. خیلی بازی هیجان انگیز خیلی بود. نه بس ما شدم باید کسر کنم نمیفهمم. بزن همین ببین رندوم بزن. تو خیلی داری فکر میکنی. فکر نکنم بگی بریز سری تون خیلی وقت نداری. ندارم تمام شد چشمه نه ایسانی واقعا ریختیم تو؟ نریختیم. خیلی بازی دوستی بود. دوستش نداشتم. خیلی بدی. بازی چی خواهی دارم میارم؟ از اونجایی که بازی اول خیلی باحال و خیلی خوشگذر بود عالی بود میریم سراغ بازی دوم که دوباره باید چشامونو ببندیم و به یه گوشی نیاز داریم. باید چیکار کنیم؟ چشتو میبندی و سعی میکنی با گوشی پشت سر هم یه عکس بگیری. من باید فرار بکنم تو عکسای تو نیفتم. این بچه معلوم نمیشه. یه سگ این پایینه. اگه له شد ستاد مبارزه با نه علیه خشونت به حیوانات لطفا ناراحت نشه. ما چشامون بسته است. احتمال زیاد که نه قطعا بسته است. خب پس اول منم. آره چشتو ببند. بعد سعی کن که از من عکس بگیری. اوکی. و من نباید تو عکسات بیفتم. باید سعی کنی دور بزنی و از من عکس بگیری. باشه؟ تو؟ اعتماد ندارم. نه اعتماد کن. من پشتتم. 3 2 1 شروع. به خدا رفت تو اتاق. نه بودی برو بیرون. دیدم باش برندارم نه خیلی بازی مسخره. اون بری اون بری من نیستم. باش بس مونده دیگه گوشم داره میشم اونجا دیگه بی اینجا الان میره خب جده در رفت تو اتاق مطمئنم داره گوشم چیزه A person who thinks all the time. من مثلا صحبت نمیدونم اینجا بایی نفس شنیدم اینجا من بازی چرتی اصلا دوستش نداشتم. نتونست فرار کنه چون از خیلی بلدم میدونی لالی ما شروع؟ سب کن شروع یه صدای از خود در بده. برگز برگز نرگس به خدا رفتی تو اتاق. نرگس با بیشون بابا گوشی عکس نمیگیره بابا
گوشیم خراب شد. زخم شدی که توی بازی بیا چون بگیری چرا چی میگیره؟ من چه بردم؟ نه خیلی شد له شدی روده با شدم خوبیش خیلی حال داد. حتما امتحان کنید. اب نداره بزرگ میشه یادت میره. درسته خیلی مزخرف ولی مهمه که الان من برنده هر دوتا شدم. خب از اون جایی که بازی اول و دوم به هیچ وجه خوش نگذشت، این بازی هم قراره بهمون خوش نگذره. بگو چه چالش مزخرف دیگه داریم. این مواد اولیه که یه باشقاب باید بذاریم. من مقداری خوراکی چرت و پرت داریم که من حتی اسم اینا رو نمیدونم. این لوبیاهای میریزیم توی یه ظرف. درست میکنی اون بر من یکی از اینا رو انتخاب میکنم با عنوان چیزی که سمیه. اوکی. و اگه بخوری در حقیقت نیمی. اوکی. یکیش سمی. و باید سعی کنیم که همه رو برداری و بخوری بجز اونی که سمی. آفرین. پرنده قشنگه. آفرین. اوکی. یاد گرفتی؟ نوبت باید انتخاب کنیم. یکی تو انتخاب کنیم. الان اول تو بزن. متشکرم. به دوربین نشون میدم. اوکی. وایسا. خوبه دیگه. زنده میمونی. زنده میمونی. صبح قراره بخوره و ما همینطوری نگاش کنیم. اوکی؟ یعنی چی همه تو برداشتم که این بود؟ آره مردی بمیر حالا چه عجب میمونی اون عمل جمع کنیم برو بالاخره مزخرف بعدی چیه؟ حرکت بعدیمون ویدیوهای چرت تیک تاک، یعنی فیلترهای چرت تیک تاکه. قراره که با فیلترهای زشت تیک تاک ویدیو بگیریم و ببینیم که بازیش شروع دیگه. بازی اول که قراره انجام بدیم توی تیک تاک خیلی وایرال شده. اونم اینه که یه فیلتریه که چند تا حروف و اینجور چیزا به انگلیسی بهت نشون میده. تو باید یه دونه اسم حیوان با که اولش با این شروع میشه بگی، وگرنه اگه نگی یه نفر با پشت کنار از پشت میزنه تو دهنت. ایران نور ویدیومون قراره به گند کشیده بشه. بریم؟ چیزی بزنم وایسا 60 ساعت نمیشه فکر کنی که بگو یه لحظه وایسا حیوان با آ اسب کوسه ایشو گفتن دیگه هیچ نیست دیگه بلد نیست فانوس کاش نمیگفتی کاش چرا مغزم نمیاد یوز پلنگ چرا چی گفتم یوز درست گفتم یوز پلنگ مگه با یه نیست یوه دیگه
سیب سگ ببین نهنگ نرگس همش داره میزنه کلا داره من میزنه بگذارم میگم خدای خیلی دارم با رامیام در کن باید بدونی که من بردم همه بازی ها رو و تا الان مدال خیلی بودن در تمام بازی ها رو گرفتم من حضوره نداره. فیلتر بعدیمون از ایناست که باید عکس رو این چیزی که اینجا داره بیفته بعد هر کس که بیشتر بیفته برنده است. مشکل توه یک منو داری مورد میدیو تمام شد یعنی چی؟ خیلی شاید اینو میپذیرم که تو بردی حال کردی این یکی حال این یکی ایزاره چون برد این حال داد بهش قطعا چون من همیشه دارم نه باید اینو ثابت کنم از اونجایی که حرفه‌ای رقصنده حرفه‌ای هستی قراره اینو بریم عالیه تو باید برگردی پشتی من این دستت اینجا خب این دستت هم اینجا حالا بریم برمیدی بگردی دستت صافه این دستت برمیگرده خب آها نه وایسا این از زیر میاد خب من نمیتونم دستم حرکت بعدی رو وایسا یه دقیقه نگاه کنم همونطوری بمون من اینطوری میشم تو اونطوری میشی من گرا کنم چی؟ ها؟ یوبیدو برم بشرد باز شد Come on, let's go بعدی بودی من اینطوری میکنم بعد برمیگردی بعد دوباره آره نار میخوریم برن بایستا بچرخ من باید بچرخم خب بگو دیگه من اینطوری میشم میام اینطوری میشم و تمام میشم همین بستمونه دیگه عشق دنیا نمی‌کنی نداری نه مثلا خوشحالی رو ببین دو با عشق تو چشش ببین تنسره حرفه‌ای هستیم ما خب حرکت بعدی که قرار بود من با دوست گرامم انجام بدم بیرون رفتم در شب بود و الان ساعت 11:30 شبه خیلی خوش موقع است و ما اومدیم هایپر استار جایی که سگ پر نمیزنه یه خورده خرید کنیم من که دوست ندارم من گفتم که بریم خرید بعد مثلا خرید ما الان داره به خرید ماهی و سیب زمینی گوجه تایش کرده چون که اینجا هیچی نداره همه چیزشو فروختن دارم چرا ما بسا 11:30 شب اینجا کلا نمیدونم نوشه یعنی جا میوه تو نمید کیلوی بخرید سه تا از اینا میخرید چند تا وا شیر کودک شیر مرتبط پیدا کردیم عالیه متشکرم من حتما برش میدارم اینجا فقط لبنیات گونه بوده سس لبنیاته
فکر نکنم. سس لبنیاته؟ لبنیات پلن بعدیم اینه که البته امروز که وقت نشد ولی من دوست دارم که برای دوست عزیزم آشپزی کنم. او مای گاد. مواد لازم برای غذای فردا. نودلی. من فقط نودل بلدم درست کنم، پس بلد نودل درست کنم. خیلی بچه‌مون هنرمنده. چرا کنم؟ دیدونی؟ مگه تا صبح برمی بدی؟ یه دونه این از این حالا باید جلوی دخترت رو بگیرم نه؟ به نظرم تو بشین. نه خیلی جالب میشه. بده تو بشین. نه عمرن تو بشین. خیلی جالب میشه. نه خودم پیشنهاد کنم چون خودم چون نمیتونم انجام بدم. این هیچ کس هم نیستا. آقا همون پشتر نگاه کن. بعد آره بذار پارکینگ رو بهتون نشون. آقا همون پشتش نگاه کن. معذرت میخوام تصاحب میکنه به کسی که نگاه نمیکنه. درست. فکر می‌کنم یه ذره دیگه اگر که تصمیم نگیریم می‌خوای چیکار کنیم مامانت دیگه میافته دنبالمون و دیگه نمیتونیم بریم خونه و شب همینجا بعد بخواب. نیافتی. ناقص نکنی خودت. یا بس. از چی می‌خوام یه با ترست روبرو شدی؟ به آرزوت رسیدی؟ آرزوهام توی پینترست رسیدم. الان محکم حالت بدم بری مثلا تا خونتون؟ بابا یه ماشین بهم میزنه تو رو جان جدیدی کنم. خیلی حال داره؟ برو بر. نگاه. من نمیدونم چی دارم فیلم میگیرم. ای وای باشه. رفتیم و عکس بگیریم. خدافظ. یه برو ما رفتیم. دیسته تو مرد ببینم. خوش میگذره؟ عالیه. فکر نمی‌کردم حال بده توی سمت خرید. چقدر کالاها توی سمت خرید حال میکنن. کالاها آها باشه. چرا میره جلو؟ چرا میگم باشی؟ نمیخوای بشینی توش؟ نه من قربانت کنم. همین الان فکر کنم اینقدر میدیم رو جا بذار بره. باشه. شب باید همینجا بخوابیم. بیا یه آرزوت خط خواهد. حالا به نظرم بودو بریم چون که الان خب دوستان عزیز الان فرداست، یعنی فردا الانه که من دارم این ویدیو رو براتون میگیرم و قراره که به تیکه بعدی لیستی که من نوشتم برسیم و اون هم اینه که بریم کتاب بخونیم. نمیخوام. من میخوام فرهنگ ایرانی رو رواج بدم، به ترانه مطالعه کشورم کمک کنم، این رو بالا ببرم. میخواستم صحبت بکنم راجع به مفاد این مفاد این تسکی که اینجا قرار داره. اون هم اینه که من میخوام این کتاب رو بخونم و خیلی قشنگه. از وقتی که نرگس اومده یه چند وقتی که نمیخونمش. خب بالاخره برای امروز بخونم ادامه‌شو نمیشه که. من بچه بخونم. تو به خاطر اینکه کتاب نیاوردی من برات یه کتاب کاملا مناسب آوردم. خب زبان بدن من به شدت قویه نمی‌بینی؟ بخون بابا. واقعا داری میگی؟ جدی برو بگی بخون بشین. بابا گوشی من
چیزی برات درست کنم که تا حالا توی عمرت نخوردی و اون هم نودله. چی هست اصلا این؟ مشاهده میکنی؟ فقط هم باید اینجوری بریده بشه، درسته؟ بله. بعد سیزه آشپزون میدونی؟ آبه صبرم نداریم که تو همین این آب جوش بیاد. آب نه عزیزم جداگونه میذاری این کار. شما که دیگه بیسیک نیستی خانیما. بله حتما این طرف این دارم میشه درش میاری. Oh my god! Oh my god! Wow! بالی کرده میدونی وقت چیه؟ اینه. البته نه یکی بلکه دوتا. میخوام یه شاهکار بهش اضافه کنم که شاید باورت نشه. چه شاهکار؟ جی 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 سس باربیکیو خیلی خوشمزه‌اش می‌کنه. در ابعاد و مزه‌های مختلف می‌تونی تست کنی. وقتی همچین چیزی می‌کنی، نودلت یه مزه است، بعد این تیکش پنیره. یه بار می‌تونی یه گاز با پنیر بخوری. خب یه بار با هویج می‌خوری، یه بار با سوسیس و هویج می‌خوری، یه بار با سوسیس و پنیر می‌خوری، یه بار با سوسیس و فلفل دلمه می‌خوری، یه بار فقط با فلفل دلمه می‌خوری. پس فکر شده آماده می‌کنی نودلتو. الان بهش سس هم اضافه می‌کنم و دیگه تمام. تجربه‌ای که به عنوان دو تا دوست با هم داشتیم چی؟ من باید نظر تو رو بپرسم، نه تو نظر منو دار. من پرسیدم، من اول پرسیدم. آره نظر چی بود؟ باحال بود 100%. خب من اول فکر کردم خیلی قراره چیزتر بشه، هیجان انگیزتر بشه داستان و اینا، ولی خب یه حالت خیلی ریلکس طوری داشتیم با هم دیگه. من دوست داشتم اینو. تجربه قشنگی بود که به عنوان دو تا دوست بخوایم با هم دیگه داشته باشیم. ببین ما بالای 10 ساله که با هم دیگه دوستیم، حتی بیشتر، و تا حالا این همه تجربه رو نداشتیم. دقیقاً 2 روز پربارترین روزهایی بود که ما با هم دیگه داشتیم و واقعا خیلی به درد خورد. دوست داشتم. تو این 10 سال واقعا ما اینقدر چیز می‌کنن تو 2 روز، یکی 2 روز تجربه نکردیم. آره معمولا یا تو گوشی بودیم یا کار دیگه می‌کردیم، یعنی میومد خودمون چیکار نمی‌کردیم. به نظرم خیلی من فکر کنم جدیدن خیلی چی میگم فرامود شده، فرگی شده که مثلا 2 تا دوست همش با هم تو گوشی باشن، ولی خیلی خوبه این تجربه متفاوت هم داشته باشه آدم با هم. آره من واقعا یه سری وقتا از گوشی زده میشم و این خیلی بیشتر میچسبه. حالا اونا هم میچسبه مثلا یه سری کارا بکنی و حاضری دوباره با من 2 روز با لیست های هیجان انگیز من روبرو بشی و چالش های من رو انجام بدی؟ بگو آره. نمیدونم زنده میمونم بعد از کارهایی که تو میخوای انجام بدی با اینه، ولی 100% متشکرم.
متشکرم. چالش ها متاسفانه تموم شد و لیستمون همه رو خط زدیم. لیست که الان داشتیم همین بود و بعدا هم قرار داشته باشیم. قرار نیست فقط همین یه پارت باشه، قراره که میشه بگی من لایک و سابسکرایب و واجد حس عجیبه. لایک، سابسکرایب، زنگوله و اینجور داستانا رو انجام بدید حتما. متشکرم. ممنون میشم. بله. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. امیدوارم که ما رو دوست داشته باشید. قراره این در واقع این چهره که داری این چهره زیاد بزنید. دوستتون دارم. بای.